شنیدم شنا رو دوست داری اما چیزی از شنای هنری نمیدونی. چجوری با وجود شنای هنری میتونی به شنا کردن عادی قانع بشی؟ آخ 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 آخ. ای بابا، حالا من شنای هنری رو چجوری به بچه‌ها معرفی کنم؟ اصلا این شنای هنری چی هست؟ آفرین، سوال خوبی کردی. ببین، ترکیبی از شنا، رقص و حتی ژیمناستیکه. خب آخه اینجا ایرانه ها، اون همه مایه و آرایش، رقص، تمرین خفن. نکته مهم همینه، چون که هنوز کل ایران این رشته رو نمیشناسن و اگر هم بشناسن نمیدونن که تیم ما داره آموزش میده این رشته رو. اگر به تیم ما بپیوندی میتونی تمام اصول و قوانین این رشته رو بشناسی و حتی توی مسابقات کشوری شرکت کنی. حالا صبر کن، داستان تازه شروع شده. با جرئت میتونم بهت بگم اینجا قراره با یکی از رشته‌های ورزشی آشنا بشی که هنوز توی ایران اشباع نشده، حتی به صورت آموزش مجازی. اینجا یادت میدیم که با موجها برقصی، روحت رو آزاد کنی، بدنت رو منعطف‌تر کنی و حتی اینجا قرار نیست فقط یه آموزش ساده ببینی، بلکه قراره انرژی زنانت رو بالاتر ببری و روحت رو آزاد کنی. همونجوری که خبر داری اکثر رشته‌ها توی ایران شناخته شده هستن و همچنین اشباع شدن و اکثر افراد این رشته‌ها رو پیدا کردن و دیگه تو نیستی که بخوای جز اولین نفرها باشی. ولی تنها رشته‌ای که باقی مونده چیه؟ سینکرونایز یا همون شنای هنری. اگر میخوای جز اولین نفرها باشی ما بهت کمک میکنیم، پس هر چه زودتر میتونی به چنل ما بپیوندی و جز اولین نفرها باشی. یادت باشه بازار دست نخورده یعنی شانس موفقیت. برنامه‌هایی که براتون داریم فقط برای معرفی این رشته نیستا. چیزایی که توی این چنل قراره ببینی خیلی بیشتر از یه معرفی ساده است. پس ما رو دنبال کنی. یه چیزی رو دلی میخوام بهتون بگم، اینکه اگر بخوای اولین نفر یه چیزی، حالا چه ورزش چه کار یا هر چیز دیگه ای باشی، سختیای خودش رو داره. اینکه بخوای یه چیز جدید و نو رو پایه‌گذاری کنی و شروعش کنی همیشه سختی داره. پس اینو تو ذهنت نذار و جا ننداز که خب چون سخت مجازیه نمیتونم شروعش کنم. همه ما که تو این رشته ورود پیدا کردیم اول سختی‌های زیادی کشیدیم، ولی الان داریم با عشق زندگیش میکنیم، تک تک لحظاتش رو ازش لذت میبریم و حتی نکته مهمش اینه که داریم ازش درآمدزایی میکنیم. چرا تو نه؟ من بهت بگم دنیای امروز دنیای دیجیتاله و نباید از این دنیا عقب بمونی. یادت بیار روز اولی که ورزش وارد حوزه مجازی شد هیچکس قبول نمی‌کرد که میتونه با مربی آنلاین ورزش کنه، اما الان خیلیامون به دلیل مشغله هایی که داریم وقتمون رو با مربیای آنلاین میگذرونیم. حالا چون ما اولین نفری هستیم که حوزه شنا رو آوردیم توی مجازی، ممکنه که فکر کنی نمیتونیم باهاش پیش بریم، اما بهت قول میدم که این پکیج انقدر کافی هست که تا مربیگری میتونی پیش بری. پس چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کن و در کنار ما از 0 تا 100 پیش برو تا بتونین آموزش زیبا رو به خوبی خوب یاد بگیری. 3 میتونی